985 شاهنشاهی. مراسم نوروز باستانی در شهر هانوور. نوروز، این جشن ملی و میهنی ایرانیان، نماد زنده بودن فرهنگ، هویت و پیوند دیرینه ما با تاریخ و سرزمین ایران است. جشنی که هزاران سال در دل تاریخ ایران جاری بوده و همچنان نسل به نسل زنده مانده است. همان گونه که رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامه،